سرخط مهمترین خبرها: طلب اتحادیه اروپا درباره حادثه‌های بدخشان، قانون نو برای نگهداری مهاجران در بازداشتگاه‌های روسیه و شکایت ساکنان دوشنبه از نظام گرم‌دهی. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 19 دکبر است. اتحاد اروپا از بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌های تاجیکستان ابراز نگرانی کرده از حکومت خواسته است حامیان حقوق روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی را هرچه زود و به یگان قید و شرط آزاد کند. این طلب در مکالمه اتحاد اروپا و تاجیکستان در مورد حقوق انسان صدا داد. نشست روز 14 دکبر امسال در دوشنبه گذشت و پاسخ نمایندگان حکومت به طلب آزادی روزنامه‌نگاران حامیان حقوق زندانی معلوم نیست. پیشتر مقامات گفته بودند که آنها به عضویت در سازمان‌های ممنوع یا همکاری با آنها دستگیر و زندانی شدند و بنااً قضیهشان جنایی است نه سیاسی. دفتر مطبوعاتی نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه روز 18 دکبر با نشر اعلامیه گفت در مکالمه از محدودیت‌های سیاسی و آزادی بیان، محدودیت‌های افزاینده بر جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل نیز اظهار تشویش شده است. به خصوص اتحاد اروپا از ناکافی بودن تفتیش نقض حقوق بشر هنگام رویدادها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای 2021-2022 پرسیده، باری دیگر ضرورت همکاری را با اهالی محلی و جامعه شهروندی تاکید کرده است. ولایت مختار کوهستان بدخشان بهار سال 2022 شاهد اعتراض گروهی از ساکنان و سرکوب آنها از طرف نیروهای تاجیکستان بود. در آن حادثه 34 نفر کشته، ده‌ها کس دستگیر و به مدت‌های طولانی زندانی شدند. سازمان و کشورهای غربی رفتار مقامات تاجیکستان را نقض حقوق آدمان می‌دانند. مقامات گفتند که این افراد عضو گروه‌های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده‌ها و زندانیان در بدخشان همواره به بیگناهی آنها تاکید می‌کنند. اتحاد اروپا در ادامه تاجیکستان را برای رعایت حقوق زنان و فراهم کردن آزادی اعتقاد و کوشش اصلاحات در زندان‌ها تشویق کرده است. دومای دولتی روسیه قانون را قبول کرد که مهلت نهایی نگهداری مهاجران را در بازداشتگاه مخصوص پیش از اخراج معین می‌کند. طبق قانون نو، مهاجران دستگیر شده که از روسیه اخراج می‌شوند نباید از 90 روز بیشتر در بازداشتگاه‌ها ایستند. مهلت نگهداری شهروندان خارجی که اخراج آنها ناممکن است با درخواست مقامات دادگاهی یا نماینده وکالتدار امور داخلی روسیه تا 90 شبانه روز دراز کرده خواهد شد. شهروندان خارجی یا به شهروندی نیز حق دارند از دادگاه درخواست کنند که قانونی بودن نگهداری آنها در بازداشتگاه‌ها را سنجیده شود. اگر دادگاه معین کند که بیرون کردن از کشور جزای از حد زیاده است، گمانبر از 40 تا 50 هزار روبل جریمه یا به 200 ساعت کارهای اصلاحی محکوم خواهد شد. این معیار به شخصان به شهروندی هم دخل دارد که یگان کشور برای قبول آنها آماده نیست. با فرو رسیدن سردی‌ها شکایت ساکنان دوشنبه از نظام گرم‌دهی پایتخت زیاد شده است. بعضی ساکنان میگویند از روز شنبه 16 دکبر انتقال آب گرم به منزل‌ها یا قطع شده است یا اینکه خانه‌ها را گرم نمی‌کند. علی شیرظریفی و شهلای عبدالله با ساکنان و مقامات صحبت کرده همین گزارش را آماده نمودند. منزل این ساکنی شهر دوشنبه به نظام گرم‌دهی پیوسته است، ولی آب گرم نمی‌آید. چون این وضعیت او را نگران کرده است. گفتن که حسابی مردم هم پول نمیسپارن، این حسابی که اوی گرم بامو چه بگیم همو پولی چطور قطعی مقصد و میکنیم با همو اندازه پول من یک مو میسپاریم، مردم بسیارش نسپاردگیان همو حساب میگه شما دام همی خیلی با چطور قطعی او میکنیم. اگر نه دیگه جو نگاه مینن دیگه نه دومو اوشون کار ما تپلینشون کار ما فقط همین دومی مدام خیلی خیلی پیلتا میمونی خونکی دا پیلتا میمونی با ما یکم ایتاژیم خونک خونوی ما حق پول سویت قیمت میشه. خیلی چه مرده که من پنسیونیرم، من خودم کار میکنم. امی فقط امی پول مود امی مقصد سویت او گرم او بخونک این موسیقی کامونال نی همه میده. منزل صدیقه خالوا در محله معروف به 7 کیلومتر دوشنبه جایگیر است. ساکنان دیگر محله ها نیز عین چنین مشکل را داشتند. در محله اسپچک دی پایتخت 4 روز باز منتظر آب گرم هستند. پیش ناز بود، خیلی هوا که گرم بود، مثال گنده نبود، ناز بود، هوا گرم بود، خونه‌ای هم گرم بود، تپلینی هم جوش بود، ناز بود. این همی 4 روز شد هم خلیشتگی حاضرش نیست. یک 10 منوت میبیاد شیر گرمک میشه با میکنی با یخشتگی. این زن تخمین میزند که شاید سبب قطع آب گرم رخ دادن صدمه باشد.
کیمش خرابپس کرد و علو برآمد و وای شد و همونجا همه شوید بود که خیلی شد. امروز دیگه وای نیست. در شرکت برق تاجیک مرکزهای برق و گرمایدهی زیرتابع این شرکتند وجودی چنین مشکل را رد نموده تاکید کردند که از رخ دادن صدمه خبر ندارند و این مسئله را دیده بعداً خبر می‌دهند. مقامات قبلا خبر داده بود که در موسم تیرماه و زمستان امسال تامین 3200 بنا و انشاءات با آب گرم در نظر داشته شده است. ساکنان در این چند سال اخیر از آن خوشحال بودند که خراجات‌هایشان برای گرم کردن خانه‌ها و برق اکنون کمتر شده است. اما حالا برخی مجبورند که هم پول باتری یا بخاری‌های گرمایدهی را دهند و هم برای استفاده بخاری‌های برقی مبلغ پرداخت کنند. در تاجیکستان قانون قبول شد که بر اساس آن منصبداران برای گرفتن مبلغ نقد برای خدمت‌رسانی‌های دولتی جزا می‌گیرند. از 1 آگوست سال 2023 پرداخت همه خدمت‌رسانی‌های دولتی در تاجیکستان از جمله مبلغ شناسنامه، جریمه، پول بیمارخانه و غیره باید غیر نقدی سپرده شود. بر اساس تغییرات نو به قانون منصبداران در حالت گرفتن پول نقد از ساکنان برای خدمت‌رسانی‌های دولتی از 680 تا 1360 سومانی جریمه خواهند شد. کریم گلمراد معاون وزیر مالیه تاجیکستان در نزد وکیلان پارلمان گفته است این بند قانونگذاری به کارمندان وزارت اداره ها و تشکیلات های دولتی دخل دارد که از اهالی برای دادن اجازت و اجازتنامه ها، پرداخت های دیگری حتمی به بودجت، جریمه ها، مبلغ سقورته حتمی دولتی، خدمت رسانی های طبی، خدمت رسانی های کمونالی و نمود دیگری خدمت رسانی های دولتی مبلغ قبول میکنند. بینندگان عزیز، آیا در اداره های دولتی حالا هم مبلغ خدمت رسانی ها را از ساکنان نقد میگیرند یا غیر نقدی؟ می توانید نظرتان را در زیر برنامه نویسید. اتحاد اروپا بسته نوی تحریم ها را علیه روسیه تصدیق کرد. بر اساس این بسته 12 واردات الماس از روسیه منع شده، همچنین چاره های انتقال محصولات تحریم شده به واسطه دیگر کشورها به روسیه سخت‌تر شد. این بسته تحریم ها پیش بینی میکند که واردات الماس روسیه از ماه ژانویه سال 2024 منع شده. همچنین مرحله به مرحله واردات الماس کارکرد شده روسیه از کشور سوم هم منع خواهد شد. شویتزر که عضو اتحاد اروپا نیست به این بسته تحریم ها همراه شده است. همچنین بر اساس بسته نو علیه 61 نفر و 86 شخص حقوقی روسیه تحریم جاری شد. در رویخطی که مجله رسمی اتحاد اروپا پخش کرد، نام پسر دیمیتری مدودوف، ایلیا مدودوف و همچنین آنا تسیویلووا خواهرزاده یا جنی پوتین هم شامل شده است. تسیویلووا رهبر فاند حمایتگران وطن است که به وتران‌های جنگ علیه اوکراین و خویشاوندان آنها کمک می‌کند. علیه این فاند هم تحریم جاری شده است. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیم می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 دکبر را فرا می‌گیرد. 19 دکبر سال 1918 مشرف قاسیمова таваллуд шудааст ки исмаш дар таърихи фарҳангу ҳунари тоҷикистон бо номи ифтихорӣ модари театри тоҷик ёд мешавад. яке аз фаъолтарин бонувони ҳунарпешаи театру синамо дар даҳҳо филму намоишномаҳои театри миллию иттиҳоди шӯравӣ нақш бозида тавонистааст рамзи як зани суннатии тоҷикро офарад. ӯ беш аз 101 сол умр дид ва давоми 10 солаҳо дар театри драмавӣ ба номи лоҳутӣ кор кард. рӯзи 19 декабри соли 1932 нахустин барномаҳои радиоии хадамоти ҷаҳонии BBC ба забони англисӣ нашр шуд. шоҳ Георги панҷум дар нутқи табрикиаш тавассути ин радио гуфт хадамот барои мардону занон хидмат мекунад ки агар ҳам онҳоро барфу борону биёбону баҳр аз ҳам ҷудо мекунад, ҳамин садо аст ки ба гӯшашон мерасад. ба гузашти 10 солаҳо шабакаи BBC яке аз расонаҳои ҷаҳонӣ бо нуфуз ва қобили эътимод гардид ки ба даҳҳо забон аз ҷумла форсӣ барномаҳои радиоиву телевизионӣ ва хабарҳои интернетӣ таҳия карда дар тоҷикистон ҳам намояндагии худро ифтитоҳ кард. 19 декабри соли 2012 вакилони маҷлиси намояндагон тарҳи қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оиларо ба тасвиб расонданд. қонуни нав бо ҳадафи коҳиши хушунату зӯроварӣ дар оила ва дифоъ аз ҳуқуқи занону духтарон қабул шуд. бар асоси ин қонун дар тоҷикистон таъсиси паноҳгоҳҳо барои занони латӯкӯбшуда имконпазир гардид, вале мушкилоти хушунат дар оила ки гоҳо то марг ё худкушӣ мебарад пурра рафт нашуд. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1089 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، این آخرین بخش برنامه نوید بود. خبرهای بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.